ایرانی ترین ایرانی ایشونه. گفت ما اولین پارچه مشکی که درست کردیم بعد از چند بار آزمون و خطا بالاخره درستابی در اومد، گفت یه 200 مترش بردیم خدمت آقا، هدیه به آقا هدیه دادیم. آقا میگفت بعد اینکه تشکر کردم فرمودن من یک تشکر دیگر به شما بدهکارم. آقا چرا؟ گفت شما منو از یک گردن درد مزمن نجات دادی. چرا؟ گفت برای اینکه من پارچه هندی به سرم نبندم الان سالهاست تترون ایرانی به سرم میبندم، این پارچه انقدر سنگین است من گردن درد گرفت. آقای زرقامی رئیس صدا سیما بود، میگفت آقا ما کانالا رو که دیجیتال کردیم رفتیم به آقا گفتیم آقا بالاخره آنالوگ دیگه نیستیم، باید تلویزیون دیجیتال بگیرید. آقا فرمود خب گیرنده ایرانی دارید؟ گفتیم نداریم. من گیرنده خارجی تو خونم وصل نمیکنم. یه وقتی توفیق داشتم محضر ایشون داشتم یه نکته‌ای رو میگفتم از یک کلمه انگلیسی استفاده کردم. آقا فرمود چی؟ من ترجمهشو گفتم. آقا اینم که کنار وایسادن. آقا فرمود من که میدونم معنی این کلمه چی. بابا یه جلسه خصوصی 4 5 نفره من دارم یه گزارش میدم یه کلمه انگلیسی گفتم. گفت شما باید فارسی صحبت کنید. یک ایرانی مسلمان به تمام معنا جزء معدود سخنران‌هایی است ایشون که سخنرانی‌های ایشون توش کلمه خارجی پیدا نمی‌کنید و نیاز به ویراستاری نداره، اونقدر ادبیات و زبان فارسی رو درست رعایت می‌کنه. طرف مقابلش یک فرعونک مثل این مردک کله زرد. امرای عرب او رو رئیس ترامپ خطاب میکنن. شما دقت کنین آقا تو هیچ سخنی اسمشو نمیبره، میگه این مردک، این مرده بلد تحقیر کنه دشمنش رو. که امیرالمؤمنین فرمود تکبر در مقابل انسان متکبر عین تواضعه. امرای عرب تا کمر براش خم میشن، این آقا آدم حسابش نمیکنه، میگه اصلا من اینو آدم حساب نمیکنم، نامشو باز کنم. بعد برو کشته اینا رو این مرد با عزتش. اما مادرش فاطمه یاد گرفته مجاهدت، فرزند خلف حضرت زهراست، سلامتیش صلواتش.